اینا رو هم نخریدم. این صندلی که من الان روش نشستم، این نیست. یه سری صندلی اونور هست، من هیچ کدومشون رو نخریدم، هیچ کدوم براش پول ندادم. چرا؟ چون چیز مجانی دوست دارم. یه عینک دیدی بذارم بیام. آخه اینجوری بهتر شد، داشتم کور میشدم. آره داشتم میگفتم من چیز مجانی دوست دارم و اینا رو هم نخریدم. حقیقتش همسایه هامون گذاشته بودن دم در و منم رفتم برداشتم آوردم و اصلا هم اینجا چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه و خیلی خوشحال میشم. به خصوص این میز رو که میخواستیم بیاریم، همسایه روبرویمون گذاشته بود و بهش گفتم این میزو نمیخواین؟ گفت نه و کلی خوشحال شد. گفت ببین خیلی سالمه، خیلی خوبه. و من قبلا هم دیده بودم وقتی چیزی رو مثلا برمیداری از دم خونه کسی خیلی طرف خوشحال میشه. نمیدونستم چرا و کلا فکر میکردم این رسمشونه که چیزایی که لازم ندارن رو میذارن دم در. میخواد تغییر دکوراسیون بده یا یه چیزی مثلا مشکل دار شده، خراب شده، دلشو زده، میذاره دم در و چقدر خوبه این رسم که خب حالا بقیه کسایی که لازم دارن و میخوان میان برمیدارن. یا من مثلا رنگ میزنن، یه کارش میکنن استفاده میکنن یا همجوری استفادهش میکنن و بعد گفتم چه رسم خوبیه اینا دارن. گذشت تا پارسال پیرارسال ما خونه خریدیم و می‌بینیم نه بابا این رسم نیست. اینجا اینجوریه که برای ما آخر هر ماهه سر یه تاریخی شهرداری میاد و یه سری حالا وسایلای خونه و اینا رو که مردم میذارن دم در رو برمیداره میبره و انگار اینجوریه که یکی دو روز قبلش کسایی که به خصوص خونه ویلایی دارن وسایلشون رو میذارن دم در که دیگه فردا پس فردا شهرداری بیاد ببره. خلاصه اینه که اینا گذاشتن که شهرداری ببره. بعد اگه شما بیای برداری خیلی هم خوشحال میشن که وسیله‌شون رو انگار دور ریخته نشده و یه کسی اومده استفاده کرده. توی همین کانادا که مثلا کشور پیشرفته است و چقدر مثلا به محیط زیست اهمیت میدن و این حرفا، 91% پلاستیک تولید شده میره تو محیط زیست و فقط 9% پلاستیک بازیافت میشه. باورتون میشه فقط 9% بازیافت میشه. واسه همین این صندلی رو که میذارن دم در به احتمال 91% میره توی محیط زیست و 300-400 سال میمونه، بعدم تبدیل به ریز پلاستیک میشه و برمیگرده توی بدن خودمون. اخیراً دانشمندا تونستن ریز پلاستیک توی بدن آدم پیدا کنن و این چقدر خطرناکه، چقدر وحشتناکه. شما وقتی این حالا میز صندلی هر چی رو بیارید و یه رنگش بزنین، یه کم ترتمیزش کنین، یه جون دوباره بهش بدین و این شما انگار باعث شدین این 100 سال دیرتر یا چون 40 سال دیرتر بره تو محیط زیست اگر این چرخه ادامه پیدا کنه، درست هم استفادهش کنید و اینا. من از این جهت بیشتر دلیل اصلیم که دوست دارم این کارو بکنم واسه اینه و اونم به شوخی گفتم واقعا من از مجانی خوشم میاد، دوست دارم، حالا چرا که نه. چیکار کردم؟ من این صندلی ها رو آوردم رنگ زدم، مثلا بلندشم رنگشون زدم. این رنگ رو هم داشتم توی انباری داشتم. خیلی به نظر خودم که خیلی قشنگ شد، به نظر خودم خیلی خوب شد و حالا ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حتی اگه رنگش مثلا افتاد زمین، رنگاش رفت، هم میتونم یه دور دیگه رنگ بزنم، مثلا 2-3 سال دیگه رنگش عوض کنم و استفادهش کنم. حالا بهتون نشون میدم چه کار کردم، چه جور رنگ زدم و همه پروسه‌شو بهتون نشون میدم. این وضعیت صندلیاست، اینجوری. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که خوب تمیزش کنید. به خصوص یه سری چیزایی که حالا توی آشپزخونه استفاده میشه، مثلا در کابینت، نمیدونم میز ناهارخوری، اینجور چیزا رو باید با جرمگیر قوی تمیزش کنید و اگر سطح
یه جوریه که میشه شستش که خب حتما این کار بکنیم. من چون صندلی‌های من پلاستیکی هست من میشورمشون و انگار یک آفتابی که خورده روش باعث شده یک لایه روش حالتی پودر بشه بیاد رو دست. من یک کوچولو سیم میزنم، یک کوچولو که نه خیلی سیم میزنم و کف میزنم، در نهایت هم میشورمش. رنگی هم که دارم رفتم از قنه دپو رنگ خریدم. رنگی که میخواستم رنگ سبز رو انتخاب کردم و بهشون گفتم که میخوام رنگ کیفیت خیلی خیلی خوبی باشه که روی سطح پلاستیکی میخوام استفاده کنم و میخوام توی حیاط نگهداری کنم صندلی‌ها رو، آفتاب مثلا از بین نبرتش. در کل خب رنگ خوبی به من داد دیگه. میتونید از اون جایی که میرین رنگ بخرین بهشون بگین رنگ کیفیت خوب بده. و رنگ رو من پارسال فکر میکنم استفاده کردم، نصفش رو تقریبا نصف دبه رو استفاده کردم و نصف دیگهش مونده بود همینجوری که امسال میخوام اینا رو استفاده کنم باهاشون و صندلی‌ها رو رنگ بزنم. یه چیز هیجان انگیز رنگ زدن اینه که شما میتونید هر رنگی که دلتون بخواد درش بیاد، مثلا میتونید قرمز بزنی، میتونید لیمویی بزنی، هر رنگی که دوست داری. ولی خب اصولا توی فروشگاه بخوای بری خرید کنی دستت بسته است دیگه، بعد همون رنگایی که توی فروشگاه دارن رو بخری. نمیدونم حالا به این همه زحمتش میارزه یا نه، ولی به نظر من که میارزه. یه کار مثلا به قولی یه اکتیویتی بعد ظهر مثلا 1 ساعت بذاری یکی دوتاشو رنگ کنی، دوباره فردا نیم ساعت وقت بذاری یکی دیگه‌شو رنگ بزنی، نمیخواد به خودتون فشار بیارین. کلا رنگ رو هم حتما خوب همش بزنید با یه چیز چوبی، یه چیزی همش بزنید. اگه احساس کردید یه کوچولو غلیظ شده، حالا بالاخره مدتی توی انباری مونده، هرچی یه چند قطره آب اضافه کنید هیچ مشکلی نداره. اینم بگم رنگ من واتر بیس هست، یعنی حلالش آب هستش، رنگ روغنی نیستش. فکر کنم بهش میگن آکریلیک اگه اشتباه نکنم، ولی به هر حال روش نوشته واتر بیس، یعنی بیسش آب هستش. من بعد میتونم قلمو و اینا من با آب بشورم، دستمو مثلا میتونم با آب بشورم، لازم نیست برای شستنش تینر استفاده کنم. قلمو رو هم از بالا به پایین به یک جهت استفاده کنید دیگه، میدونید چپ راست بالا پایین اینجوری استفاده نکنید. و اگه جایی شره کرد مثلا حواستون باشه که اون رنگ اضافه رو بگیرید که مثلا یه جوری نباشه که یه قسمت رنگ زیاد بزنید بعد قطره های رنگ از بالا بیاد به چک پایین رو دیده بشه. همین، خیلی واقعا نکته خاص دیگه ای نداره. اینم از این شد نتیجه. این صندلی ها رو من پیرار سال رنگ زدم، یکی دیگه از همسایه‌ها لطف کرده بود و گذاشته بود دم در. چند بار افتاده زمین، این مثلا اینجاش اینجوری شده ولی بقیهش سالمه. ببینی مثلا اینجاش کمی لپر شده ولی سالم، یعنی من همون نوکش رو فقط میتونم رنگ بزنم، دیدم نمیشه. اینم امسال به علاوه این میز شیشه‌ایه که همسایه عزیز گذاشت و این از پاتیو ما. اینم نشونتون بدم، این برای سبزی خوردنه. شاید این یه دست مبلمان خیلی لوکس مثلا حیاط نباشه و چیزای خیلی خفن تری تو بازار هست، ولی من همین که تونستم از این آشغالی اینو بسازم خودم خیلی احساس خوبی دارم، خیلی احساس ارزشمند بودن میکنم وقتی روش میشینم. حالا چند سالی هم استفادهش میکنیم و بعدم احتمالاً وقتی که بخوایم بازسازی کنیم حیاط اینجا بخوایم دک درست کنیم احتمالاً یه دست مبل مثلا خیلی شیک حیاط بخرم و این رو هم حالا یه گوشه دیگهش بذارم و یا بذارم مجانی تو همین مارکت پلیس، هر کی دوست داره ببره تو همین وبسایت هایی که میفروشن چیزای دست دوم، یا هدیه‌اش بدم. همین. مرسی، خداحافظ.